سلام مجدد. سلام، وقت شما بخیر مجددا. خب تو بخش اول ما راجع به سیر تفکر ریلیشنال و ریلیشنالیتی صحبت کردیم تو تاریخ روانکاوی البته. و تو این بخش دوم اگر موافق باشید وارد بخش بالینی بشیم، یعنی ببینیم بله، به حتما حتما وضوح. حتما. آره، اگر خیلی پرکتیکال تر نگاه کنیم مثلا تأثیرات این تفکر چه شکلی شده تو اتاق درمان. خب، دقیقا ما ناچاریم، یعنی این مقدمه رو گفتیم که آنچه که قراره در ادامه بگیم سهل الوصول تر باشه واسه دریافتمون. که خب چرا این اتفاقا میفته؟ چی میشه که یک درمانگرایی پیدا میشن به اسم ریلیشنالیست ها یا ریلیشنال سایکانالیست ها یا اینتر سابجکتیو ها یا چه میدونم فیلد تئوریسین ها، که میان یک فضای جدیدی رو مطرح میکنن و یک سری و یک بینگ، یک بودن دیگه ای رو در جلسه درمان تجربه میکنن. خب ببینید، ما تا اینجا پیش رفتیم که ریلیشنالیتی به هر حال این دیالکتیک شکل گرفت و تأکید بر دیگری همچنان پررنگه، اما قوه هم وجود داره. حالا این توی درمان خودش رو چجوری نشون میده؟ من اینجا ناچارم دو تا عبارت رو تعریف کنم: روانشناسی یک نفره و روانشناسی دو نفر. دوستانی که تمایل دارن بیشتر بخونن، دو تا مقاله اسپزانو داره در مورد روانشناسی یک نفره و روانشناسی دو نفر. آرون هم یه مقاله داره بررسی میکنه این فضا رو. و توی کتاب تاریخ روانکاوی مارگارت بلک و استیون میچل هم این قضیه هست و تکنیک ها و تفاوت های بالینیشون رو مد نظر قرار میدن. ما در مورد فضای بالین حرف خواهیم زد، ولی باز برای اینکه مخاطبین ما بفهمن که خب اینا چرا اینطوری شدن، مثلا ما چرا یه مفهومی مثل سلف دیسکلوژن داریم، چرا روی مفهومی مثل اینکتمنت پافشاری میکنیم، چرا کانتر ترانسفرنس رو نه تنها چیز ناپسند بلکه بسیار چیز مؤثر و مفیدی میبینیم. من ناچارم این دوتا نگاه رو تعریف کنم. شاید خودم هم خیلی الان به این دوتا تمایز دیگه به شکل جدی نگاه نمی کنم، ولی برای اینکه مطلب جا بیفته استفاده میکنم. روانشناسی یک نفره و روانشناسی دو نفره، وان پرسن سایکولوژی یا تو پرسن سایکولوژی. یه منبع هم من اضافه کنم. بله بله. مارتا استارک که مم. اه، یه کتابی داره، Modes of Therapeutic Action، و میگه که در واقع اونجا حالا یه وانن 7 سایکولوژی هم داره، 1.5 نفره، و مم. میاد روی کردها رو در واقع در قالب مودهای عمل درمانی در نظر میگیره یا حالات تراپیوتیک اکشن، و اونجا هم به این تمایز خیلی شفافه. اتفاقا یه مصاحبه هم من باش کردم با خود مارتا که توی هم کانال یوتیوب هست. گفتم اینو اضافه کنم به ممنونم عنوان ممنونم از این کار اه، ارزشمند شما و کار آره. ارزشمند خانم استارک. اه، ارزشمند واقعا این نگاه ها. یعنی هر چقدر به نظرم تو این فضا بیشتر غور کنیم داریم کمک میکنیم به متبلور شدن، به بارور شدن اندیشه های روانکاو، شفاف شدن یه جوری که دیگه شفاف ببینیم شدنشون، کمک که کردن به همدیگه. یعنی ببین، قراره که من و یک فرویدین به همدیگه بتونیم کمک کنیم دیگه. اوکی. دقیقا. چجوری کمک کنیم؟ افتراقات همدیگه رو ببینیم، به قول شما با شفافیت اشتراکات همدیگه رو ببینیم و ببینیم کجاها میتونیم از این تنش دیالکتیکی استفاده بکنیم برای خلق یک چیز جدید. موضوع جدید، یک شیء جدید، یک پدیده، یک ایونت جدید در دنیای روانکاوی. دقیقا. ناچاریم اگر روانکاوی رو بپذیریم که یک جهان بینی معرفت شناسیه، پس ناچاریم هی این تز آنتیز سنتز یا این تنش دیالکتیک رو هی برقرار کنیم. بفهمیمش. من ببین، وان پرسن و تو پرسن سایکولوژی. وان پرسن سایکولوژی خیلی اگر بخوایم ساده تعریفش کنیم به این معنیه که واحد شناخت در جلسه درمان یا در روانشناسی
خب چون داریم از سایکولوژی حرف میزنیم. یک نفر یه فرده. فرد فرد واحد شناخت. حالا این فرد میتونه پیشنت باشه، میتونه کلاینت باشه، میتونه آنالیزان باشه، میتونه هر روی کردی دیگه که بله. اسمی میذارن مثلا. واحد شناخت فرد. اوکی. اگر بخوام از منظر فلسفی بهش نگاه کنم، هستی شناسی، رشد و معرفت شناسی هم طبیعتا فردی میشه. چه معنی؟ ذهن یک چیزه در ابتدا فردیه. اوکی. ذهن چی محصول مشترک هم اگر باشه متأخر این اشتراک. اوکی. هستی شناسیش. اوکی. ذهن قابلیت رشد رو داره. اوکی. میتونه رشد کنه. باز میگم تقدم و تأخر داریم، حتما باید دیگری باشه، ولی تأکید بر رشدمند بودن بالفطره ذهنه. و معرفت شناسیش به چه معنی؟ به این معنی که یک نفر باید بررسی بشه. برای اینکه ما بتونیم بفهمیم چه خبر باید تو رو بشناسیم. اوکی. تو اگر شناخته بشی اوکیه، من آنچه که میخوام رو از تو به دست میارم. چقدر شبیه پوزیتیویسم منطقیه، چقدر شبیه آن دوره از تاریخ هستش که ما حرف زدیم که یک آزمایشگاهی وجود داره، یک ماده‌ای وجود داره، این ماده باید بره زیر میکروسکوپ فهمیده بشه و حقیقت کشف بشه. ببین، شاید بتونم اینجا تلفیق کنم با آمیزهای فلسفی. حقیقت یک چیز فردیه بیشتر. حقیقت بیشتر در تفرد معنی پیدا میکنه، نه در تکثر. خب. شما وقتی که الان هم متد علمیه دیگه و درسته دیگه و همچنان ما وامدار مدرنیته ایم، همچنان وامدار این متد علمی هستیم. اینقدر پیشرفت این کشفیات و اینا، اگر این نبود که نمیشد که. خب شما باید یک ماده رو ببرید تو آزمایشگاه تا جای ممکن، لطفا توجه کنید، تا جای ممکن اون لنز میکروسکوپ نباید تمیز کثیف باشه. باشه، باید نه. تمیز باشه تا بتونی بفهمی که چه چیزی اون، تا حقیقت اون ماده رو بهتر، دقیقتر، جامعتر کشف کنی. حالا این که تو حال جسمیت به عنوان کسی که داری تو میکروسکوپ نگاه میکنی خوبه یا بده، فرهنگی که ازش به دنیا اومدی خوبه یا بده، تاریخچه‌ای که داری نسبت به اون ماده اوکی هست یا نات اوکی هست، اینا مهم نیست. نه. پژوهشگر باید یک پاسچری رو حفظ کنه، یک ژستی رو حفظ کنه و اونم بیطرف بودنه. اوکی؟ من به دنبال کشف حقیقتم و ولی حقیقت در اون فردیت نهفته است. فرض میشه که نیوترالیتی ممکنه دیگه اینجا، یعنی بله، اصلا ممکنه و نیوترالیتی میشه لازمه. و برای لازم. اینکه حقیقت به دست بیاد نیوترالیتی لازمه. دقیقا اگر بله. نیوترالیتی نباشه حقیقت مخدوشه. بله. شما نمیتونی به حق دسترسی پیدا کنی اگر نیوترال نباشی، نباشه. بیطرف نباشی، خنثی نباشی. ببینید این تو جلسه درمان هم به طرق مختلف خودش رو نشون میده. یعنی درمانگر بالینی که مبتنی بر وان پرسن سایکولوژی فرقی نمیکنه طرحوار درمانگر باشه، چه میدونم اگزیستانسیالیست باشه، چه بله. میدونم راجرزیان باشه یا فرویدیان باشه یا کلاینیان باشه، به نظر من فرقی نمیکنه. اگر واحد شناخت فرد باشه، مهم. اون شخص باید مورد اینوستیگیت قرار بگیره، مورد اکسپلور قرار بگیره. و یه چیزی که خیلی بر من میتونه متمایز کنه که اگر خود نگاه کنیم طی سالها وقتی مثلا میخوایم راجع به صحبت کردن راجع به کیس ها حرف بزنیم و کار باهاشون میگیم کار روی این مراجع، کار آه. روی، که دقیقا این تمازی که مارتا استارک هم قائل میشه working on the client یا on the patient، انگار خب ما در داریم حالی که working with هم میتونه باشه. که میشه نقطه مقابلش که حالا فکر کنم بعدا آره میریم آره سراغش. working on. ببین آره ما آره. باید کار کنیم. ببین این میراث پوزیتیویسم منطقیه، میراث اندیشه‌ایه که
به ما کمک کرد ما ماده رو ببریم داخل آزمایشگاه و پیشرفت کنیم. و بله. همچنان هم یک معرفت شناسیه و شما نمیتونید بگید که اشتباه هست حتما، نه، ام. در جای خودش جواب میده. اوکی؟ و جوابم گرفته انسان. الان یه هواپیمایی که اون بالا داره میره، ام. واکسنایی که دارن کشف میشن، قطعا از این متدولوژی دارن استفاده میکنن دیگه. و ما ببین چقدر وام داره این قضیه. تو میتونیم فضای بگیم درمان هم همین خود شکلیه. بگید بگید میتونیم بگیم اشکان. حتی فضای در واقع مداخلات روانپزشکی هم بخش عمده ایش، چون هم شامل همینه دیگه. نگاه مدیکال کلا نگاه پوزیتیویستیه دیگه. من دارم کار میکنم روی مغز یا روی بدن حتی، روی نورون ها، روی روی سیستم نورون ها عصبی. آره آره، ببین یه چیز واسه فهمیدن وجود داره و اونم آنچه که تو روی اون به قول شما داری کار. کار میکنی. اوکی. و درمان روانکاوانه هم متأثر از این فضا به. شما نمیتونی در یک دوره زندگی کنی و بگی که من از اون دوره تاثیر نمیپذیرم. مهم. اوکی. هگل مثلا وقتی فلسفهش رو تعریف میکنه میگه فلسفه فهمیدن آنچه که در اطراف من داره میگذره است. من بتونم آنچه که در اطراف من میگذره رو بفهمم و تبیین کنم، میتونم فلسفه خودم رو داشته باشم. خب، خب روانکاوی در به وجود آمدنش یه همچین چیزی رو تجربه کرد. مهم. چرا؟ چون فروید میخواستش که این رو ببره به سمت اینکه جامعه علمی اکسپت کنه و باز نبوغ این آدم رو ببینی که چقدر خوب تونسته ادپتیشن ایجاد کنه، تطبیق ایجاد کنه بین فضای علمی و آنچه که ما اسمش رو امروز میتونیم روانکاو. در مهم. این حالت روانکاو یک کار مشخصی داره: مشاهده گر، تا جای ممکن مشاهده گر. اوکی. نیوترال ابزرور دیگه، یعنی کسی که آره. مشاهدهگر خنثی یا بیطرفه. تا جای ممکن جای ممکن. مشاهده گر خنثی و بیطرفه. و اصلا یکی از فضیلت‌هاش اینه تا جای ممکن بیطرف. بتونه نیوترالیتی رو بیشتر و بیشترش کنه. اوکی. و تا جای ممکن بتونه خودش رو جدا کنه از میدان روانی که بین خودش و مراجعش شکل گرفت. برای همین درمانگر، من نمیتونم اسمش رو بذارم پسیو به هیچ وجه، درمانگر مشارکت کمتری میکنه. مهم. خب لطفاً توجه کنید. مشارکت در حد تفسیره و این مهم. تفسیر مبتنی بر اون حقیقت یک نفر است، نه بر اساس آنچه که ممکن در من هم به وجود بیاد، نه، بر اساس آنچه که از توی پیشنت، از توی آنالیزان میگیرم شروع میکنم به تفسیر کردن. مشارکت هم معطوف به توه، نه معطوف به خودم یا رابطه بین ما. نیوترال باید باشم. هر چقدر نیوترال تر باشم پس مشاهدات بهتری خواهم داشت، پس یک مهم. فضیلته. و پرهیزگار باید باشم. لطفا توجه کنید واژه پرهیزگاری ابسینس خیلی مهمه توی فهم مهم. این نوع از روانکاوی. یعنی انانیموس باشم، اطلاعات درز ندم، آنچه که میل خودم هست رو واردش نکنم. شما به عنوان یک پژوهشگر توی آزمایشگاه نمیتونی مثلا سدیم رو مورد آزمایش قرار بدی بعد بگی چون لیتیوم هم دوست دارم یکم هم لیتیوم بریزم توش. این نه. پرهیزگاری پژوهشگران است دیگه. بله. پرهیزگار باید باشی، بله. تقوا داشته باشی به معنای فقهیش، به این معنی که تفکیک کنی یه چیزایی رو. خب، و اینطوری قرار ما بفهمیم چیه و کمک کنیم. ببین مسئله کمک کردن. لطفا اول همین مناقشه اینو در نظر بگیریم، قرار بوده کمک بشه. مهم. اما نمیتونیم یک آدم رو سرزنش کنیم که تو چرا خواستی اینطوری کمک کنی. نه، من زورم انقدر بوده. مهم. من اون موقع با ابزاراتی که داشتم انقدر تونستم کمک کنم این شکلی. چرا؟ چون فلسفه این اجازه رو به من داده. توجه کنید، فلسفه فلسفه مدرنیته است. مهم. یعنی انتهای فلسفه مدرنیته است. فلسفه مدرنیته یک ویژگی مشخص داره. ببین تا قبل فلسفه مدرنیته محیط بود، طبیعت بود، مهم. ماورای طبیعه بود که به انسان نقش میداد، تسک میداد و انسان رو اکسپلور میکرد. اوکی؟ مهم. ادیان آسمانی کارشون چی بود؟ از آسمان میومدن انسان رو اکسپلور میکردن، کشف میکردن. ابعاد مختلف انسان رو کی به تو میتونه نشون بده؟
پیامبر زمانت میتونه نشون بده. ببینید اونجا داره اکسپلور میکنه، طبیعت داره ما رو اکسپلور میکنه. وقتی مدرنیته اومد، حالا مثلا من نقطه آغازش رو میذارم دکارت، خیلی های دیگه هستن. وقتی این جمله معروف رو گفت من میاندیشم پس هستم، بازی رو عوض کرد. بازی دیگه اینطوری نبودش که طبیعت باید منو کشف کنه، من میتونم طبیعت رو کشف کنم. آبژه کشف من طبیعت میتونه باشه. پس من هستم، من وجود دارم. یک دوگانه ای شکل میگیره، من به عنوان کسی که داره میشناسه، اوکی، شناسنده، کسی که داره میشناسه یا سوژه، تو به عنوان کسی که قراره شناخته شناخته بشه. بشی. این خیلی مهمه توی فهم وان پرسن سایکولوژی. من به عنوان درمانگر وظیفم اینه که شناسنده باشم، بشناسم تو رو و تو باید شناخته باشی. محیط هم همینطوری بوده. یعنی سوژه کسیه که بتونه طبیعت رو بشناسه. و ببین چقدر پیشرفت میکنه علم به واسطه همین قضیه. انسان میتونه بر طبیعت سیطره داشته باشه. چرا؟ چون طبیعت رو بالاخره تونست آبژه خودش بکنه و هی پیشرفت کرد و هی پیشرفت کرد و هی پیشرفت کرد و علم به وجود اومد و علم یعنی انقلاب صنعتی شد و علم مدرن به وجود اومد. فیزیک نیوتنی ساخته شد. اوکی. در فیزیک نیوتنی حتما باید یه چیزی تو رو هول بده. ببین هم فلسفهش هم فیزیکش داره به درمان فرویدی کمک میکنه که آقا تو باید دور وایسی، که تو باید بشناسی. نه فقط درمان فرویدی، یعنی اگر ما کلا آموزش روان درمانی رو طی مثلا 100 سال اخیر مرسی در نظر مرسی. بگیریم، هر جایی که ما داریم میگیم خب یه بیمار فرضی رو تصور کن که اونجاست و من این مداخله رو به تو یاد میدم که تو روی اون این کار رو بکنی. داریم همین کار بلافاصله انجام میدیم. بلافاصله ما تو همین پارادایم وان پرسنیم وقتی داره این کار بله میکنه بله ها. بله، حتی توی تدریس، حتی توی آموزش. یعنی تا وقتی که یک نفر وایسه، ببین ما خیلی وقت کار پیغمبرا رو انجام میدیم وقتی آموزش میدیم دیگه. وان پرسن داریم آموزش میدیم، بانکینگ ادویکیشن داریم. من یه چیزی دارم به شما میگم، شما میشناسید. یا من سوژم تو آبژه ای، یا تو سوژه ای من آبژه. یه دوگانه شکل میگیره. این بنیان فلسفیش رو دیدن خیلی مهمه اشکان، که ما بفهمیم چرا اون روانکاوی اون دوره این شکلی داشته حرکت میکرده. چاره ای نداشته، این بوده اصلا. باید این اتفاق میفته. هرچند داستان جایی جالب میشه که شما وقتی پرکتیس فروید رو میخونی با چیز متفاوتی رو میشی. بله. یعنی شما وقتی کیس های فروید رو میخونی، مشخصا رتمن رو وقتی میخونی میبینی نه، انگاری فرق میکنه اصلا، یه جایی کاملا تو پرسن. ولی در کل جریانی که شکل میده و به نظرم بعدش روان درمانی های مختلف حالا شکل گرفتن دیگه، جریانه همینه که ما یک ابژه‌ای داریم، یه بیماری داریم و باید پیدا کنیم به چه شیوه هایی میشه باهاش رفتار کرد، همون working on روی اون چیکار دقیقا. کرد. و فکر کنم هنوز هم تا در واقع چیزی که من توی دانشگاه یاد گرفتم و میبینم آموزش داره داده میشه همین پارادایمه، یعنی آموزش دانشگاهی در واقع به اصطلاح علمی که من اصلا مسئله ندارم، الان در ادامه خواهم گفت. اصلا سعی خواهم کرد که بتونم اینجا یه دیالکتیک رو برقرار کنم که نشون بدم که جفتشون لازمه. خب با هم دیگه جفتشون با هم دیگه باید باشن، ولی آره هست همچنان. هم. یک ویژگی داره، یه طرف بازی باید سوژه باشه، یه طرف بازی باید آبژه باشه. بله. یه چیز جالبی رو اضافه کنم. شما از کی استعمار رو میبینید در تاریخ؟ مستعمره ها از کی شروع میشن؟ از وقتی انقلاب صنعتی شروع میشه. به اون معنی ما استعمار رو در تاریخ مشاهده میکنیم. کشورهایی که صاحب صنعتن میان کشورهایی که صنعت ندارن رو مستعمره بله. میکنن. سوژه، آبژه. بله. آره. ویژگی مهم سوژه دوگانه این دایاد سوژه و آبژه چیه؟ آبژه چیزی هستش که من میخوام، من سوژه میخوام. تو باید اون چیزی باشی که من میخوام. اوکی. من نمیگم روانکاوی فرویدی به این طوری هست، ولی در یک دوره به این دوچار میشه.
خب به چه معنی؟ به این معنی که من تو رو آدمی میبینم فقط که قراره بشناسمت، و خودم رو آدمی میبینم که باید فقط تو رو بشناسم. یعنی واسه همین ما در اندیشه روانکاوی تا یک جای ابژه رو خیلی پررنگ می‌بینیم. مثلا یک مفهومی داریم به اسم آبجکتیلیشن. چرا؟ چون این تقابل سوژه و آبژه وجود داره. من صرفا این گریز فلسفی رو زدم که بفهمه مخاطب من که داریم الان باهاش حرف میزنیم چرا یه همچین چیزی هست. حتما فلسفه و حتما فیزیکش، خصوصا فیزیک نیوتونیش، خب نه، بهش این اجازه رو داده این کارو بکن. تا اینکه حرکت میکنیم میایم به، بذاریم من از فیزیک شروع کنم. فیزیک کوانتومی. میرسیم به فیزیک کوانتوم، که یا میرسیم به فلسفه های پست مدرن. اوکی. به چه معنی؟ به این معنی که تو فیزیک کوانتوم میگیم که مشاهدهگر نمیتونه تأثیر خودش رو از ماده جدا کنه. نسبیت عام معنیشتن، مسئله فضا زمان. یعنی تو وقتی که نگاه میکنی نمیتونی تأثیر خودت رو خواه ناخواه توی فیزیک کوانتوم، توی اشل کوانتوم تو نمیتونی تأثیر خودت رو ندید بگیری. ببینید فیزیک عوض میشه، فلسفه هم عوض میشه. به چه معنی عوض میشه؟ پست مدرن ها میان و میگن که آقا، اولین توضیح رو بدم، فهم من از پست مدرنیته یک چیز متفاوت نیست طبق همون چیزی که قبلش صحبت کردیم. پست مدرنیته به قول لیوتار آنچه که هست که مدرنیته نتونسته ببینه. واسه همین بهش میگه وضعیت پست مدرن، وضعیت فلسفی پست مدرن. اوکی؟ یعنی ما باید ببینیم مدرنیته چه چیزایی رو ندیده که ما ببینیم. و پست مدرن ها هم میان یه سری تغییرات ایجاد میکنن تو اندیشه بشری که آقا یک حقیقت واحد وجود نداره، متا نریشن وجود نداره، یک راه برای شناخت وجود نداره، پیداشناسی به وجود میاد، متدولوژی های دیگه شناخت به وجود میاد دیگه. فضا از سمت کمی میره سمت کیفی، پژوهش های کیفی وارد میشن. ببین میخوام یک میدونی پرسپکتیوی بدم به مخاطبمون که ببینه وقتی یک چیزی تغییر میکنه به صورت کلی در سیر تاریخی تغییر میکنه و این این به دومینووار همه چیز تحت تاثیر اون همه چیز رو تغییر. تحت شعاع قرار میده. دقیقاً. و این به روان درمانی هم سرایت میکنه. به چه معنی؟ به این معنی که یک روان درمانی به وجود میاد با اسم تو پرسن سایکولوژی و مشخصا چند تا ویژگی داره. حقیقت یک چیز مشترک، حقیقت در اشتراک با هم دیگه ساخته میشه. یک مقداری از حقیقت دست توه، یک مقداری از حقیقت دست منه و اینا در تعامل با هم دیگه ساخته میشن. پس درمانگر فقط وظیفش، من دارم بالینشو میگم فقط درمانگر وظیفش نیست درمانجو رو به عنوان منبع شناخت خودش تلقی کنه. یک منبع شناخت دیگه ای هم وجود داره و اونم خود درمانگره. ببین دیگه داستان فرق کرد. واسه همین ما میگیم تو پرسن سایکولوژی یا تو پرسن سایکوانالیسیس. اگر اونجا یک منبع شناخت داشتیم اینجا دو تا منبع شناخت داریم. منابع شناخت ما اینجا متعددن، دو نفرن. اوکی؟ و حالا این ادامه دار میشه. به چه معنی؟ به این معنی که من یه تاریخچه‌ای دارم، من یه هیستوری دارم، تو یه ناهوشیاری هیستوری. دارم. آره دیگه، یه ناهوشیاری دارم. من در یک بافتی بزرگ شدم، تو در یک بافتی بزرگ شدی. اصلا از ادبیات خود فروید استفاده کنیم، تو یک واقعیت تاریخی داری، یک واقعیت روانی داری، من یک واقعیت تاریخی دارم، یک واقعیت روانی دارم. اینا قراره با همدیگه ادغام بشن تا حقیقت ساخته بشه، تا درمان اتفاق بیفته. نکته بسیار مهم که معمولا مغلطه ها اینجا شکل میگیره، این به این معنی نیستش که درمانگر و درمانجو در شناخت سهم مشترکی دارن. واسه همین من گفتم که به اندازه توان مشاهده گرن.
ببین. یعنی اون آسیمتری یا عدم تقارن همیشه وجود داره، اینا با هم یکی دقیقا نیستن و این اینا معنی یکی نیست که نیستن، پس میزان استفاده از یعنی میزان شناختن هم یکی نخواهد بود. میدونی اشکال، مسئله اندازه شناخت. اگر در وان پرسن اینقدر اندازه شناخت باشه، در تو پرسن این افزایش پیدا میکنه. ولی هیچ وقت اینا متقارن نیست. نیستن. متقابل هستن به قول آرون، ولی متقارن نیستن. نیست. این خیلی مهمه. یعنی درمانگر یه سری وظیفه ها داره که حتما باید اینا رو انجام بده. نمیتونه ستینگ برای جایگاهش رو نادیده درمانگره. بگیره. دقیقا. آره، سیفتی تیر باید حتما رعایت بشه. اما مسئله استفاده از خود و میزان استفاده از خود مطرح میشه و فهمیدن این که وقتی یک چیزی رو از درمانجو میبینیم، فقط در خود درمانجو سراغ نگیریم، در یک ماتریسی اینو سراغ بگیریم. یک، این برای خود درمانجو چه معنی میده؟ شما مثلا در نظر بگیرید سیمتوم، نشان، مهم. اسمشو بذاریم یک پروژکشن، یک انتقال، هر چیزی، یک سیمتوم. این در دنیای درون روانی درمانجو چه معنی میده؟ این در دنیای درون روانی من چه معنی میده به عنوان درمانگر؟ این در دنیای بین فردی من و درمانجوی من چه معنی میده؟ این در بافت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی من و درمانجوی من چه معنی میده؟ یعنی برای اینکه حقیقت رو بفهمیم و کمک کنیم، دیگه مهم. فقط یک بعد رو نمیبینیم، بعدهای دیگه ای رو هم در مسئله شناخت اضافه میکنیم. ما توی روانکاوی رابطه‌ای به این میگیم ماتریس رابطه‌ای. اوکی؟ یعنی وقتی یک انتقالی رخ میده، من واقعیت درون روانی اون آدم رو میفهم. اصلا مهم. لازمه بفهمم. باید واقعیت درون روانی خودم هم بفهمم. آیا اون واقعا فقط داره پروژکت میکنه، یا منم گاه گاهی در نقش یک پدر سختگیر میتونم هستم؟ باشم یا هستم. میتونم باشم. رابطه بین ما چی میگه؟ رابطه ای که بین ما به وجود اومده چی میگه؟ چه جوری داره رابطه ما رو تعریف میکنه؟ اوکی. و نکته بعدی، آیا فرهنگ ما که داریم توش زندگی میکنیم چقدر مؤثره؟ به عنوان مثال، در یک فرهنگی، مثلا فرهنگ چه میدونم آمریکای جنوبی، آمریکای لاتین، خب نه. نوع ارتباط درمانگر و درمانجو ممکنه با فرهنگ ایرانی فرق کنه. شما نمیتونی نه. ندید بگیرین. پس حتی برای اینکه بفهمی، ببخشید اینو بگم و شما بگو، پس برای اینکه بفهمیش، بشناسی، لازمه که ماتریس ارتباطی خودت رو با آن اشلی که تعریف کردم در نظر بگیری. دیگه نه. اینجا وان پرسن نیست، تو پرسنه، یا اصلا مولتیپل پرسنه. مهم. یعنی مهم. داشتید راجع به بافت میگفتید، کانتکست و اون فرهنگ. خواستم اضافه کنم حتی زمان. یعنی مثلا ما الان یه بازه زمانی مثلا دوران جنگ رو داشتیم. هر بخشی از تعامل بین یک درمانگر و مراجع را اگر در نظر بگیریم، تحت تاثیر این زمان حقیقتش میتونه متفاوت باشه. دقیقا، میگه مرسی. زمانی که اتفاق میفته. تعاملی که تو در دوره جنگ داری با تعاملی که خارج از دوره جنگ داری نمیتونه یکی باشه. باز تاکید میکنم، یک درمانگر مبتنی بر نظریه سائق نه که اینو ندید بگیره ها، باز حرف اینه، میزان در نظر گرفتن تاثیرش. اینه که نشون میده که قراره چه اتفاقی بیفته. اوکی، اونجا هم هست، ولی داریم در مورد میزان و تاثیر اون در پرکتیس صحبت میکنیم. این یعنی true person psychology. ویژگی مهمش از لحاظ مبانی نظری اینه: من بالاخره میپذیرم که من اگر سوژه باشم، تو هم میتونی سوژه باشی. در وان پرسن ما یک دوگانه ای داریم دیگه، بیشتر این شکلیه: من سوژم، تو آبژه‌ای. در تو پرسن سایکولوژی این تعریف متفاوت تر میشه، بیشتر سوژگیه. اصلا حرکت میکنیم به سمت سوژگی.
من اگر سوژه‌ام تو هم سوژه باشی. به زبون ساده، به زبون وینیکاتیش، من باید بپذیرم تو اونطوری که من میخوام بعضی وقتا نیستی. من میل دارم تو اونطوری باشی یا میله، یعنی هیومانیتی من به من همیشه این فورس رو میاره که اونطوری تو رو بخوام که خودم دوست دارم. ولی این قوه، این قابلیت در ذهن من انسان ساخته شده، این لول اپ در ذهن من به وجود آمده که گاه گاه بتونم تو رو سوژه هم ببینم. و درمانهای مبتنی بر رابطه، درمانهایی که از ریلیشنالیتی تأثیر زیادی گرفتن، بر این نکته تأکید میکنم پرکتیس باید بره به سمت اینکه این ویژگی ذهنی رو تقویت کنه. سوژه بو اینتر سابجکتیویته یعنی چی؟ یعنی ارتباط بین دو تا سوژه، بین دو تا سوژه باید تقویت بشه، نه اینکه تضعیف بشه. نکته مهم تأکیدم میکنم روش، این به این معنی نیستش که وان پرسن سایکولوژی وجود نداره. اتفاقا همیشه یک بخشی از فضای درمان وان پرسنه، یک بخشیش تو پرسن. این اون دیالکتیکی بودش که من میخواستم اضافه کنم. تو نمیتونی بگی که همیشه در حالت دوتا سوژه ای، همیشه تمایل داری که برگردی به حالت سوژه آبژه. اوکی؟ ذهن اگر اینطوری نباشه به نظر من اصلا بچه دووم نمیاره. وینیکوت خیلی خوب اینو توضیح داده، خیلی خوب اینو توضیح داده. دو تا مفهوم معرفی میکنه، یک object related stage، object usage state. object related state یعنی چی؟ یعنی نوزاد، اوکی، در امتداد مادر خودش رو میبینه و مادر رو در امتداد خودش میبینه، ریلیتده. همین مسئله که من اونطوری که من میخوام، من اونطوری که میخوام باید باشی و واقعا هم همین اتفاق میفته دیگه. چه مادر به سمت نوزاد، چه نوزاد به سمت مادر. من ساعت 3 شب گوش نمیشم به عنوان نوزاد، میخوام بیدار شی. ببین، تو باید آبجوی من باشی، نمیتونی نباشی. یا من به عنوان مادر هر موقع دلم بخواد به تو شیر میدم، یا مثلا تو باید حتما این لباس رو بپوشی. من میگم تو این کارو بکن، تو این غذا رو بخور، این حرکت رو بکن. چی میخوام بگم اشکان جان؟ این که این یک لول فکریه، یک لول از تفکر ماست. شاید اصلا فونداسیون تفکر ما مبتنی بر همینه، ما نمیتونیم انکارش کنیم. به قول بنجامین، اینتر سابجکتیویته یه چیز بسیار شکننده است. ما در تو پرسن سایکولوژی حرکت میکنیم، میریم هی این بخش رو تقویت کنیم و تکنیک هایی که در فضای تو پرسن سایکولوژی یا ریلیشنال سایکوآنالیسیس به معنی خاصترش تبیین میشه و با مراجع کار میشه، مبتنی بر تقویت این بخش از تفکر. اما این به این معنی نیستش که ما اون بخش اولیه تفکر رو نادیده میگیریم. چرا؟ چون افسانه باز میسراییم، مثل همون آدمایی که میگن که شما نیوترال باشی، باید افسانه نیوترالیتی رو ما هم اگر بگیم که ما فقط تو پرسنیم، داریم همچنان افسانه میبافیم. من فکر میکنم این دوتا سطح همیشه وجود دارن و در رفت آمدن. کاری که درمانگر ریلیشنال میکنه اینه که اون بخش دوم رو تقویت کنه. من داشتم فکر می‌کردم به همین تعامل الان من و شما. یعنی اگر یه حالتی بود که من یه سری سوال از پیش تعیین شده داشتم و شما به من میگفتی اینا رو از من بپرس به ترتیب، هم. هم. احتمالا ما تماما گفتگومون حالت سوژه ابژه پیدا میکرد. ولی من دوست داشتم، ببین من دوست داشتم تو اون آدمی باشی که این سوالا رو از من میپرسی آره. و همزمان اشکا اینم ببین واقعا یه جایی سوز آبجیم دیگه. یعنی من مجبورم بیشتر حرف بزنم تو کمتر حرف بزنی، میبینی در تعامل با هم دیگه است. ولی یه جایی احتمالا شما سورپرایز میشی، یه چیزی میره اینور میره اونور میره اونور می‌بینی که آها، الان دقیقا. مرسی، این واژه سوپراس خیلی واژه قشنگی آره. بود. و گویی درمان های مبتنی بر این نگاه تکنیک هایی رو یا فضاهایی رو ایجاد کردن که این سورپرایز کردن متابولایز بشه، مهم. هضم بشه.
قابل معنادهی و پردازش بشه، ما بتونیم بفهمیم که چه چیزی وجود داره چه چیزی وجود نداره. که اگه اوکی باشی تو بخش سوم یه مقدار به این تکنیکا هم حتما. بپرد. حتما.